چرا؟ ما به خود دین داریم، نظام داریم، آیین داریم. پیرو کدام کتاب هسته؟ کتاب الله. در کل زندگی خود قانون خود قرار دادیم، تابع از اوستیم. مرگ به دموکراسی. این دموکراسی لعنتی از دنیای غرب آمده، ما را بیخی بی خود کرده. عزت ما، حیثیت ما، مرتبه و افتخار ما کدام دین است؟ اسلام. کدام کتاب است؟ قرآن. پیروی از رسول الله را افتخار خود قرار میده. الحمدلله. این مجلس بیبی، این جوانا را بیبی، ما به دنیای کفر اعلان میکنیم که دنیای کفر اگر هر قدر مصارف بکنی، محنت بکنی، زحمت بکنی، انشالله مصارفت در قطع خاک یکسان است. این جوانا اولاد وطن دین است، اولاد با غیرت است، اولاد با شهامت است. از دین خود دفاع میکنه نمیکنه؟ از فرهنگ اسلامی دفاع میکنه، از راه سنت رسول الله دفاع میکنه. چقدر آماده است برای دفاع سنت. ماشاءالله. ببینه دنیای کفر، ببین نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. مرگ به دموکراسی. شعورا فإلى الله ولله